در ولایت سود ساحه ماهیداری رشد کرده است، زیرا توجه حکومت به آن خیلی زیاد است. همه ساله یکشنبه دوم ماه ایول روز ماهیداری جشن گرفته می شود. هدف اساسی زیاد نمودن سرشماری ماهی و رشد این ساحه است. در ولایت سود حجم استحصال ماهی زیاد شده است. تحلیل‌های اموری نشان می‌دهند که در ولایت تا سنه 1 ایونی سال 2024 آن 402.9 تن را تشکیل می‌دهد که این رقم نسبت به همین دوره سال گذشته بیش از 5 تن زیاد می‌باشد. حالا 37 خواجگی‌های ماهی پروری فعالیت دارند. آنها اساساً در منطقه‌های باباجان غفورов، عینی، اشت، جبور رسولов، ظفرآباد، اسفره، سپیتامین، پنجکین و گلستان جای گیرند. وسایط عمومی آب انبارها 42800 گکتار، کل‌ها 14.3 گکتار و حوض‌ها 389.7 گکتار میباشند. طبق اطلاع متخصصان این ساحه در قلمرو شمالی کشور یعنی ولایت سود بیشتر رو به رشد یافته. سهم ماهی پرورانی سعودی در انکشاف این ساحه نظررس است. ماهی پروری این یکی از ساحه‌ای که برای تامین امنیت غذاخوری خیلی امنیتی کمال داشته. برای تامین نمودن با گوشت‌های خصوصی ماهی رولی بزرگ را می‌آورد. در ولایت این حال 30 عدد خواجگاه ماهی پروری موجود میباشد. گفته شد که قسم اساسی ماهی در کارخانه‌های کشاورزی و خواجگی‌های دهقانی استحصال می‌شود، اما در کشور خواجگی‌های اهالی نیز موجود است. مقصد اساسی افزون نمودن سرشماری ماهی، بالا بردن محصول نوعی آن، بهتر نمودن صفت ماهی، تامین نیاز بازاری کشور و با این وسیله تامین اهالی مملکت با این نمود محصولات سرغذا و همزمان پرهیزی یعنی محصولات ماهی میباشد. این ها برای رشد دادن ساحه، برای زیاد کردن حوض‌های ماهی و زیاد نمودن شماری ماهی، استحصال ماهی در سال جاری در شهر پنجکین در منطقه دایره زرافشان به مساحت 10 گکتار حوض‌های ماهی تشکیل کرده شده ایستاده است که این یکی از پیشروی سابقه رو تصمیم میگیرد. ولی برای زیاد نمودن در ناحیه جبور رسولov و ناحیه باجناق رو از طرف کارپوراسیون ماهی تاجیک سیخ‌های اینکوباسیونی ساخته به استفاده داده شده است که اینها کاربر اقتصاد برای زیاد نمودن و تامین نمودن دیگر خواجگاه منطقه ولایت و جمهوری رو استفاده کاربری کرده شده ایستاده است. قبول شدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره ماهی پروری، ماهیگیری و حفظ ذخیره‌های ماهی برای رشد این ساحه تکانی جدی بخشید و در نوبت خود مسئولین شهر و ناحیه‌ها و تشکیلات و مؤسسه‌ها را وظیفه‌دار نمود که ذخیره‌های موجوده آبی را عاقلانه و ثمرناک استفاده نموده بهره پیشرفت ساحه ماهیداری تدبیرهای ضروری اندیشند. در خواجگی‌های ماهیداری کشور نمودهای زیادی ماهی را پرورش می‌کنند که بیشتر آنها از خارج کشور دسترس شده است. در ولایت تاس ماهی، فشان‌غاز، اموری سفید و من فریل تاس ماهی نو که از خارج آوردگی من پرورش کرده ایستاده‌اند تاس ماهی رو در بر می‌گیرد. ماهی پروری در کشور ساحه جوان بوده. آن تنها در نیمه دوم عصر 20 پس از بنیاد آبانباری کلانترین جمهوری بحر تاجیک و فراهم آوردن شرایط مساعد برای پرورش ماهی در کشور رشد یافت. گزارش مهرانگیز عبداحد و نسیم رحیمov برای برنامه اطلاعاتی خبر.